فرانکلین. ای چه خبر؟ بازار پسرم، نقد کردن پول سخت شده. بیا اینجا تا یه لیست بازپسگیری جدید بهت بدم. گرفتم. People are talking about the nation's toughest obstacle course race, the Machiavelli. خوش اومدی پسرم، خوش اومدی. بیا بغلم. گوش کن مرد، ما الان چند ماهی میشه که داریم با هم کار میکنیم، درسته؟ به خاطر همین خیلی مفتخرم که بهت اعلام کنم که تو کارمند ماه شدی. به هر حال تبریک میگم، انتخاب برنده آسون نبود. کی، من؟ پس لامارو برادرزادت ساشا چی؟ ببین مرد، این باعث افتخارمه، ولی وقتشه به زندگیم سر و سامون بدم. انگار هر چی تو این کار تلاش میکنم به هیچ جا نمیرسم. گوش کن پسرم، تو فقط بگو دقیقا چی میخوای تا منم بهت بگم متاسفم و کاری از دستم بر نمیاد. چی؟ پسرم امروز یه وسیله رو پس میگیریم که یه احمق به قیمت گزافی اونو خریده، فهمیدی؟ این کارو بکن، فردا تو بساز. من هیچ وقت یه پسر سیاه نداشتم، ولی اگه داشتم میخواستم مثل تو باشه. تق سیاه. چه خبر سیمیان؟ چطوری داداش؟ تو چطوری؟ چه خبر؟ نگاه کن، فرانکلین ما برنده کارمند ماه شده. داری مسخره میکنی ها؟ ببین جفتمون مسخره شدیم. خب نه تو رو خدا بی خیال مرد، بعد از اون همه خرماری که واسط کردن؟ گوره بابا این تابلوه مرد، من داشتم میگفتم که منظور چیه گوره بابای این تابلو مرد ها؟ وقتی صحبت برد باشه من اونو میخوام، برام مهم نیست چی میشه. میفهمی چی میگم؟ من کم نمیارم، من تا تهش میرم. اگه شاخ بشی شاخ میشم. وقتی روی این تخت اسم مینویسن میخوام اسم منم اون بالا باشه، تازه کنارشم بنویسن برنده. شاید ماه بعد ها؟ ببینم یعنی چی ماه بعد؟ چرا امروز نمیشه؟ من تجدید نظر میخوام. امروز باید بری دنبال یه موتور، هیچ پرداختی هم نداشته. یه پسر از اهل وسپیوچی، اسمش هم استیوان هیمنزه. گنگستر که نیست. راستش موقع خرید موتور ازش نپرسیدم. آقای کارمند ما تشریف نمیاری؟ باز این خلوچر شروع کرد. قشنگ داری یه سیاه پاچه خار میشی. زود باش کاکا سیاه، بهتره بریم ساحل وسپیوچی. نگو که صاحبش همون والتش کلی خالکوبی و تتو داره. آره دیگه خودشه. گندش بزنن. ببین من دنبال دردسر اضافی نیستم، فهمیدی؟ گوش کن، سیمیان برای همین بهمون پول میده. فقط ما گردن کلفتا میتونیم بریم و اون وسایل پس بگیریم. بچه بازی که نیست. خدایا از دست تو. دارم راست میگم دیگه. آخه کدوم بیمغزی میاد زیر برگای سیمیان رو امضا میکنه و ازش قسطی وسیله میخره؟ همین دیروز 20,000 تا برای موتور ده. 20,000 تا؟ آره با یه 3,000 تا. لعنتی سیمیان حسابی تیغش زده. پس اینا برای جور کردن سرمایه اولیه کار اصلی میده. خیلی خب من ببین یواشکی میریم و میریم بدون دردسر. خب باشه سعی میکنم داداش، ولی من از اون دیوونه های دردسرساز حریصی هستم که به بقیه از ما شلیک میکنه. تو هم عاشقم. آره راست میگی. بعد جوری خرابتم سیاه. ولی خدایی این سیمیان آخر خنده است. وقتی سرشو بکنیم زیر خاک و گورشو بریزیم خیلی حیف میشه. داری چی بلغور میکنی واسه خودت؟ ببین همیشه همین جوری بوده. یه مدت برای یکی کار میکنی و بعد ازت میخواد که از خط قرمزا بگذری. بعد زیر پاشو خالی میکنی، داراییشو به جیب میزنی و در را. موتور باید توی یکی از گاراژها باشه. خوب نگاه کنه یاد بگیر. این یاره امشب یه چیزیش میشه. هی داداش چه خبر؟ ردیفی؟ چه خیر؟ چی شد؟ پس مثل کترت پخش زمین شدی که. آفرین شما، همینطوری بریم. اصلا از این وضعیت خوشم نمیاد سیاه. هی گوش کن، بیا آروم پیش بریم. خب
مگه میخوای عروس ببری که آروم پیش بری؟ من تو زندگی قبلیم چه گناهی مرتکب شدم که الان گیر توی خر افتادم؟ ببین همه چی تحت کنترل داداش، آروم باش. خیلی خوب. به نظرتون واگوها عادی بودن؟ اینجا زیادی مشکوکه. ما تو ساحل وسپوچی. البته تو جای ناجوری از وسپیوچی هستیم. اینجا خیلی فرق میکنه. هی وایسا. فکر کنم یکی از این گاراژ هست. اینم که خالیه. هیچ موتوری اینجا نیست مرد. آره انگار نیست. سلام آمیگو. سلام موشای مزاحم. دیدم دوستکی اومدین اینجا. جدا؟ خب اینم دیدی؟ ها؟ اوه پسر. لعنتی بچه مزاحم داریم. بیاید پایین. چی کار میکنی؟ نزدیک بودیم وسط منم تیر بخورم. Man, stop being a pussy nigga and grab that meat. سنگر بگیر فرنگ. بپا سمت چپ. این یارو کنار مخزن گیر زده به مخزن شلیک کن. ببین چی کار کردی. با منم بیاد جور داشت. اصلا این اسکانا میدونن ما برای چی اومدیم؟ زدی رفیقشون رو کشتی. شاید به خاطر همین اومدن. اون بانا بزنش سیاه. زود باش پارش کن. زود باش ماشین رو بزن. میخوان از اینجا بره. به صندوق عقبش شلیک کن. زود باش. ببینم هنوز زنده ای داداش؟ آره داداش به زور. باید از اینجا گورمون رو گم کنیم. فقط یه موتور میخواستیم اونها یارو اونجاست. ای عوضی برگرد. برگاه موتور پیش ماست. بریم بگیریمش. زود باش بریم بگیریمش داداش. من به پول نیاز دارم. وقتی 25 سال بیافتی زندون دیگه پول به کارت نمیاد. لعنتی زدیم همشون رو قتل عام کردیم. احمق گمش کردی. خب اون سوار یه موتور مسابقه بیشو. مگه کوری؟ اگه فرار کنه کارمون تمومه داداش. به خاطر قتل میریم زندان. وقتی داشتی لط و پارشون میکردی باید فکر اینجاش هم میکردی. تو رو خدا دوباره ناله نکن. فقط به کار برس. تو لعنتی خود زمین. موتور بردار منو کنار کارواش ببین. اینو ببین. خیلی خواب مواظب باش. پشت دستمو داغ کردم تا عمر دارم دیگه باید بیرون نیام سیاه. تو مخ تاب داره. آخرش به کشتنمون میدی. آره به خاطر رنگ سرخ پوستیمه. شانس آوردی که تو الان نگرفتم پوست سرتو قرفتی بکنم. ما نمیتونیم دارایی یه آدم مرده رو بدزدیم آقای عقل کل. بفهم. آره خیلی خواب بابا نخواستیم. اصلا خودم برش میدارم. به سیمیانم بگو اصلا پسش نگرفتیم. خودت برو بهش بگو. مگه من نوکرتم؟